با سلام. امروز میخوام در مورد یکی از مسائل رایجی که در میان خانواده‌های ایرانی که در خارج از کشور زندگی میکنن با شما صحبت بکنم و اون یادگیری زبان مادری در کودکان نوپایی هست که در معرض چند تا زبان قرار میگیرن. چطور میشه؟ به این ترتیب که در خونه با کودک دارن با زبانهای متفاوت صحبت میکنن و فقط زبان فارسی باهاش صحبت نمیکنن. این و حتی والدین دارن با زبان غیر از زبان فارسی با هم صحبت میکنن. خب از طرف دیگه فرزند هم کودک شما هم داره زبان انگلیسی رو از طریق تبلت، برنامه‌های تلویزیونی، کارتون و شعر و موسیقی که به زبان انگلیسی هست داره یاد میگیره. پس کودک در آن واحد در معرض چند تا زبان قرار میگیره. خب چی میشه؟ حدود 2 سالگی که اونها بایستی که ساختار جمله سازی رو یاد بگیرن، قادر نیستن که یک جمله کامل که فعل داشته باشه میگن. اونها لغات زیادی رو یاد گرفتن، اسامی اشیا رو زیاد میدونن، اما نمیتونن یک جمله کامل رو حالا به زبان فارسی یا به زبان انگلیسی یا زبان دیگه بیان بکنن. خب حالا چه اشکالی پیدا میشه؟ ما یک کودکی داریم که حدود 2-2.5 سالشه و دچار تأخیر در گفتار شده. خب اگر ما در بسیاری از بچه‌ها به مرور زمان این مشکل حل میشه، یعنی اگر بیان حدود بین 3 تا 3.5 سالگی قرار بگیرن، قادر هستن حتی به 2 زبان یا 3 زبان هم صحبت کنن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما این مسئله برای همه کودکان صادق نیست. به چه نحوی؟ به خاطر اینکه در خصلت‌ها، ویژگی‌ها و توانایی‌های یادگیری اونها با هم متفاوت هستند و در نتیجه یادگیری اونها تأخیر در زبان و گفتارشون ممکن هست که مشکلات دیگه‌ای رو برای اونها به وجود بیاد و اون چیه؟ اختلال رفتار هست. به چه نحو؟ امکان داره که اونها نتونن با دیگران صحبت بکنن، باشون ارتباط برقرار بکنن. دوست دارن که به تنهایی خودشون با اسباب بازیاشون بازی بکنن. چرا؟ برای اینکه در فهم زبان و در بیان زبان و دیگران اشکال پیدا میکنن. اونها اسباب بازیاشون رو برمی‌دارن، میرن یه گوشه میشینن و برای خودشون دنیای دیگه‌ای رو درست کردن و از اینکه بخوان 5 دقیقه یا 10 دقیقه در کنار یک کودک دیگه حداقل به صورت موازی حتی بازی بکنن، دچار مشکل میشن. خب تا اینجا هم خیلی مشکلی پیش نمیاد. تأخیر در گفتار، خب یه مقداری اونها با اسباب بازی خودشون بازی میکنن. خب حالا چه ممکنه پیش بیاد؟ این هستش که اگر در همین زمان خب میگیم که این بچه میره پری اسکول، میره اسکول و بعد این مشکل حل میشه. اما باز هم مواردی و شرایطی به وجود میاد که این بعضی از کودکان نمیتونن اون رو جبران بکنن و این اختلالات کوچک منجر به اختلالات رفتار میشه که چالش برانگیز هست. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه اونا بتونن صحبت بکنن، حرف بزنن، مرتب یا دارن گریه میکنن، فریاد میزنن، در اجتماعاتی که هستن فرار میکنن، در والدین وقتی بهشون میگن این کارو بکن، اون کارو نکن، اینجا بیا، اونجا برو، اونها رفتارهای ناسازگارانه نشون میدن، پرخاشگری میکنن، اسباب بازی‌ها رو خراب میکنن. وقتی که والدین مثلا میخوان اونها رو ببرن جایی که بقیه کودکان و افراد خانواده یا دوستانشون وجود دارن برن، اونها پذیرای این قضیه نیستن و میخوان در اون دنیایی که خودشون درست کردن باقی بمونن و برای دوست ندارن وارد دنیای ما بشن و ارتباط برقرار کنن. چرا؟ به خاطر اینکه در تکلم، در فهم زبان مشکل پیدا کردن. خب حالا تا اینجا هم اگر تأخیر در گفتار و اختلال در رفتار به خوبی پاسخ داده نشه توی این بچه‌ها، خب بعد چی میشه؟ مشکل عمده‌ای که اینجا به وجود میاد اختلال در یادگیری، توجه و تمرکزه. اونها حتی در یادگیری متناسب با سنشون هم دچار مشکل میشن. عملکردشون در کارهای دیگه هم عقب میفته. به چه نه؟ چون اونها مثلا معلم داره برای اونها صحبت میکنه، توی گروه نمیان بشینن، سیرکل تایم هست، دارن کتاب داستان میخونن.
چون اون نمیفهمه که اونا دارن راجع به چی صحبت میکنن و عاجز هست در بیان اون چی که تو ذهنش میگذره، پس دوست نداره تو اون اجتماع باشه، پس اشکال در یادگیری هم پیدا میکنه و توجه و تمرکزش هم کم میشه. در اون موقع وقتی که زمانی هستش که کودکان وارد مدرسه میشن، وقتی که تست های استاندارد و توسط متخصصین ازشون میگیرن در زمینه زبان، که اینجا مثلا زبان انگلیسی رو باید بلد باشن که وارد مدرسه بشن، امتیازات در حد 2.5 یا 3 میگیرن. و در سوشال کامیونیکیشن اسکیلز، یعنی توانایی های اجتماعی در برقراری ارتباط با کودکان همسن و سالشون هم باز نمرات و امتیازات کمتر رو میگیرن و این بسیار حائز اهمیت هست در آینده اونها. خب پس حالا برگردیم ببینیم اگر همونطور گفتیم تأخیر در گفتار، اختلال در رفتار و اختلال در یادگیری در این بعضی از کودکان ممکنه به وجود بیاد. خب حالا چیکار بکنیم که ما از این روند جلوگیری کنیم؟ نکته مهم این هستش که در همون زمانی که بچه به دنیا میاد، کودکتون به دنیا میاد، تصمیم بگیرین چه زبانی رو میخوایم باهاش صحبت بکنیم. خب برای ما میشه زبان فارسی. خب والدین باید جلوی اون زبان فارسی صحبت بکنن، تمام گفتگوها به زبان فارسی باشه و منابع دیگه‌ای به زبان فارسی رو براش تهیه بکنیم. کتاب داستان فارسی بخونیم، قصه بگیم، برنامه‌های تلویزیونی به زبان فارسی براش تهیه بکنیم، شعر و موسیقی به همین ترتیب. و اگر والدین نمیتونن به زبان فارسی با کودکشون صحبت بکنن، هیچ اشکال نداره. حتی اگر به زبان انگلیسی هم با اون صحبت بکنن، مهم این هستش که اون ساختار جمله سازی رو در زمانی که حدود 2 سال هست یاد بگیره. یعنی چی؟ یک جمله کامل که فعل داشته باشه. خب نکته دوم که خیلی مهم هست این هستش که زمان اسکرین تایم رو و استفاده از وسایل دیجیتال، تلویزیون، تبلت، گوشی تلفن برای کودکان 2 سال بایستی که حدود 1 ساعت بیشتر نباشه و برای کودکان زیر 5 سال 2 ساعت بیشتر نباید باشه و بایستی که یک فرد بزرگسالی در کنار اونها بشینه و توضیح بده به اون اتفاقاتی که داره توی اون برنامه میفته رو به زبانی که داره یاد میگیره توضیح بدن. مثلا به زبان فارسی بگن اونا دارن چی میگن، دارن چی کار میکنن، چه کاری رو انجام میدن، تا به اصطلاح زمان درگیر شدن به زبان مادری بیشتر بشه، فهمشون از زبان بالاتر بره و بتونن اون رو بیان بکنن. نکته آخر که برای کودکان خردسال بسیار حائز اهمیت هست این هستش که اونها رو در جمعی از کودکان قرار بدیم. حتی اگر نمیتونن با هم صحبت بکنن هیچ اشکال نداره، اما بپذیرن که یک فرد دیگه داره با یه زبان دیگه یا همون به زبان خودشون حتی بزرگتر داره صحبت میکنه. این باعث افزایش توانایی‌های اجتماعی اونها در آینده میشه. همیشه به خاطر داشته باشین هر نوع تأخیری در گفتار رو باید حتما با پزشک متخصص در میان بذارین که مطمئن بشین هیچ مشکل بیماری دیگه، بیماری‌های ژنتیکی یا اختلالات دیولپمنتال و تکاملی دیگه در اونها وجود نداره. خب از اینکه به ویدیو من توجه کردین تشکر میکنم. اگر در این مورد سوالی داشتین میتونین توی کامنتاتون برای من بنویسین. متشکرم.